امروز مشکلاتی را مطرح میکنیم که هنوز هم حل خود را نیافته ایستاده است. بسیاری وقت میشود که سخنانی کلانسالان به ما مقبول نمی آید. بعضی که میگیریم 17 ساله انا همون بعضی که آینده زندگانی میکنیم. بابای من 116 برآمدگی بدن. من به همین خیلی میگفتن که دخترم تو همین روزی جمعه با اتوبوس نبرو. وقتی که سخن برای من لازم نیست من گوش نمیکنم. این معنای آن را ندارد که انسان شرم خود را از دست داده باشد و همیشه مخالف باشد. جوانای ما اگر خواهد که به کمال پیری رسد باید احترام پیر دارد. کلانسالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبولی بود. تربیت کننده خودش اول یا تربیتش نشه. پسر به هم تو نگاه پدر باس. همون را دوده تونیسن انواع هنر. خطا کردن جوانان این طبیعی، اما بخشیدن و راه درست را نشان دادن بزرگسالان این یک بزرگی است. ما گرچندی که شما گپی سخت زنید یک دمیست ترانچه تو چه گفتستی تو نودان تو مندانان نگفتیم کو. و موضوع امروز را مخالفت نسل ها عنوان گذاشتیم.